داخل پروژه مبنا هستیم که یکی از بهترین واحدهایی که این پروژه داره. همکارم آقای نهالکار توضیحات تکمیلی در مورد کل پروژه رو به شما میدم. در خدمتتون هستم. یه توضیحات تکمیلی در مورد پروژه خدمتتون عرض بکنم. این پروژه 15000 متر فضای زمینشه که از این 15000 متر 5000 متر میشه فضای حیات مجتمع که فضاسازی خیلی شیک و مدرن توش اجرا میشه. 10000 متر باقی مونده هم شده 8 تا بلوک مجزا که هر بلوک به صورت جداگونه 2 لاین راه پله، 2 لاین آسانسور، لابی با ارتفاع 7 متر، لابیمن مقیم و 24 ساعته و امکانات دیگر پروژه میشه مشاهات آبی جداگونه برای بانوان آقایان، سالن ورزش جداگونه برای بانوان آقایان، سالن اجتماعات، سالن سینما، یه مجتمع فرهنگی خیلی بزرگ که در واقع میشه کتابخونه و امکانات رفاهی مجتمع. از امکانات کلی پروژه هستن. توی این پروژه واحدهای 100 متر تا حدود 450 متر موجود داریم. آقای نهالکار، من چند تا سوال ازتون بپرسم. بله، در خدمت توضیح بدین. اول پارکینگ مجموعه به چه صورت تامین شده؟ واحدها خب یه توضیح کلی در مورد پارکینگ و فضای مشاهات خدمتتون عرض بکنم. اینجا 45000 متر توی 3 طبقه منفی فضای پارکینگ و مشاهات اجرا شده که حالا اون توضیحاتی که در مورد مشاهات خدمتتون عرض کردم توی همین 45000 متر به علاوه پارکینگ ها که ورودی پارکینگ های مجتمع از ضلع شمالی خیابون 114 و یه ورودی هم از ضلع غربی پروژه از کوچه اختصاصی بغل داریم که حالا همه ساکنین از این دوتا ورودی میان و تقسیم میشن توی بلوک های خودشون پارک میکنن، با راپل آسانسور خودشون میتونن بیان بالا. من یه سوال دیگه، توی منشأ بحثی هست به عنوان زمین بنیادی یا بله. بنیادی و این سازنده قبلا هم سابقه داشته که حالا یه زمین بنیادی رو ساخته. زمین این پروژه به چه صورته؟ این سوالیه که خیلی ها میپرسن. بله دقیقاً. ببینید خب تو مهرشهر حدود 40-50% زمینا ریشه بنیادی دارن. حالا دلیلش رو تو ویدیوهای دیگه قطعا خودتون توضیح دادین. منتها این زمین ریشه بنیادی نداره. ریشش در واقع شاهنشاهی شخص بوده و چرخیده. اینجا کاربری این زمین خدماتی بوده که حالا آقای فولادوند با توجه به امکانات رفاهی که پایین در واقع تعبیه کردن، اون تجاریایی که پایین تعبیه کردن، تونستن جواز خدماتی مسکونی اینجا بگیرن و بالا واحدهای مسکونی هم بسازن. یعنی از لحاظ ریشه هم این زمین ریشه شاهنشاهی داره و ریشه‌اش سال. من سوال چه در مورد تجاریای پایین گفتین. بله. این تجاریه به چه صورته؟ عموم دسترسی دارن؟ خیلی تو این پروژه اتفاقا خیلی مهم بوده که این قضیه ببینید دور تا دور پروژه که محصول نگهبانی 24 ساعته داریم. یه سری از تجاری‌ها هستن که بزرگترن یه مقدار، مثلا اینا دید روی این قضیه بوده که اینا مثلا در آینده فروشگاه رفاه یا همچین تجاریایی راه اندازی بشه که برای اینا گیت ورودی مجزا تعبیه شده. یعنی از بیرون کسی بخواد بیاد داخل اینا از اون گیت میتونه فقط داخل تجاریا بره، داخل خود مجتمع نمیتونه بیاد. یه سری تجاریای دیگه هم خود مجتمع داریم که اینا میشه امکانات رفاهی خود پروژه، مثلا مثل خشکشویی، کافه، رستوران، هایپرمارکت، سوپرمارکت کوچیک که به اهالی خود پروژه خدمت رسانی میکنن دیگه. یه سوال دیگه هم هست، کسایی که میخوان اینجا خرید کنن نگرانی در مورد تحویل دارن، بله. در مورد سند دارن، اینکه چه تضمینی داره، حالا سازنده سابقش به چه صورتیه. مهمترین تضمین توی در واقع پروژه‌های پیش فروش، حالا اینجا که خب خیلی پیشتر رفته نمیشه خیلی بهش گفت پیش فروش، ولی خب سابقه اون سازنده‌ایه که شما دارید ازش خرید میکنید. سازنده این پروژه آقای فولادوندیه که خب تو منطقه مهرشهر علل خصوص سابقه خوبی داره. این پروژه میشه مبنای 11. قبل از این 10 تا پروژه مبنای دیگه تو منطقه ساختن، سر موقع تحویل دادن، سند زدن و از این بابت قطعا مشکلی نیست. این پروژه هم خب مشخصه داره روالش پیش میره، کاراش انجام میشه و انشالله تا 4-5 ماه آینده تحویل میشه. خیلی عالی. حالا من هر چی که به ذهنم میرسید از شما پرسیدم. باز اگر شما سوالی داشتین تو کامنت ها به من بگید، من حتما جواب این سوالا رو میپرسم یا اگر خودم بدونم همونجا جوابتون خواهم. مرسی. در خدمتتون.